دوستانی داره حضرت. این دوستان حضرت بهشون میگن رجال الغیب. اینا صبح که از خونه هاشون میان بیرون، از بوی عطر حضرت میفهمن آقا کجای عالمه. مرحوم حاجی ابهری که اهل معنا بوده رضوان الله علیه، از رفقای مرحوم الله آجان زنجانی رضوان الله علیه بوده، میفرموده امام عصر ارواحنا فدا بوی گل یاس میدن. نه یاسایی که من و تو بو میکنیم ها، اون یاس دیگریست. اهل بیت بو دارن. حدیث کسا میخونی انی اشم رائحة طیبه که انها رائحة جدی رسول الله. بو میکردن اهل بیت یک دیگر رو، بوی خوش دارن. امام عصر بوی گل یاس میدن. بنابر نقل مرحوم حاجی ابهری که وقتی توسل به امام عصر پیدا میکردن، فضای اون محفل از بوی لطیف گل یاس معطر میشده است. مرحوم الله آجان شب که میخواسته بخوابه گریه میکرده، یاد امام زمان میخوابیده. سحر که پا میشده این شعر رو میخونده، گریه میکرده، میگفته چو شو گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. خوش به حال اون شامه های الهی. جوونا گناه نکنید، شما حیفید. اگه گناه نکنید شما هم میتونید بوی محبوب دلها را استشمام کنید. از همین جوونی دل بدید به امام عصر ارواحنا فدا. سعی کنید در مسیر رضایت اون بزرگوار حرکت کنید. اون آقا خیلی مهربانه. همه رو از دلت بیرون کن، شیفته و عاشق او بشو. بعد ببین که چطور حضرت بهت عنایت میکنه و دستتو میگیره و مددت میکنه.